اینقدر که اومدیم و کسی حساب دست خالی رفتیم. اینو میگه با این همه تجهیزات ما این همه قلاب ملاب، یه قلاب اونجا، یه قلاب اینجا، یه قلاب دست شاه، یه قلاب اونجا، یه قلاب اینجا، ولی واقعا یکی از ماهیگیرهای حرفه‌ایه. کرش رو میبینید زنگوله نره. اینم پرتاب آشاب یه وری پرتاب کرد این شهریار. یکی از پرتاب کنهای حرفه‌ای کرج زنگولش گیر کرده. بله و میبینیم که اون برم چند نفر در مشغولن، این برم هیچکی مشغول نیست. تا اون بالا هیچ خبری نیست. این چادر ما هم اون بالاست زیر اون درخت گردو. سگا هم که اونجا نشستن و بله اینجوری. آقا شهاب یه پرتاب اسمی کن شهریار ببینه عشق کنه.